اگر من تسلیم بشم، این خواسته ها، این نیازها، این مشکلات من که هستن، اینها رو چی کار کنم؟ از خدا نخوام که اینها رو حل کنه؟ اول، این مشکلات رو کی به وجود آورده؟ من ذهنی. خب من ذهنی رو که نگر داشتی، این مشکلات تکرار میشه که. دوم، مشکلات نیومدن حل بشن که، اومدن شما مسیرتون رو عوض کنید. تا در اون حالت هستید و این شخصیت فعلی 180 درجه تغییر نکرده، اون مشکلات فقط رنگشون عوض میشه ولی دائم تکرار خواهند شد. سوم، که مهمترینشون هم هست، همه ما در من ذهنی دید غلطی نسبت به مشکلات داریم. ما مشکل رو درست نمیبینیم. ما فکر میکنیم مشکلمون بیپولیه، مشکلمون بیخونگیه، مشکلمون اینه که همسر نداریم. نه عزیز من، اینا جزئیاته. مشکل اصلی ما کمبود خداست. خدا در زندگی ما کمه که ما مشکل داریم. توجه کنید، تقریبا همه یه سری مشکلاتی دارن و میخوان مشکلاتشون حل بشه. گمان میکنن اون مشکلات حل بشه درست میشه. اینجاست که باید ما خیلی دقت کنیم. با حل شدن اون مشکلاتی که الان داریم، زندگی ما درست نخواهد شد. ما یه مشکل داریم. خدا در زندگی ما کمه. چرا کمه؟ چون جاشو هم هویت شدگی ها گرفتن. حالا به ما میگه که واقعا میخوای زندگی تو عوض کنی؟ خیلی خوب. بیا به جای این که به فکر حل مشکلات باشی، خدا رو در زندگیت بیشتر کن. خدا مجموعه کاملی از همه خوشبختی هاست. شما خدا رو طلب کنید، به پولم میرسید، به همسرم میرسید، به خونه هم میرسید، به اعتبارم میرسید، به عزیزی هم میرسید. مردم شروع میکنن قدر شما رو دونستن. اما این طلبیدن خدا به صورت ذهنی و برای حس معامله نیستا. اینجا همه چی عمله. چه چیزی جای خدا گذاشتید؟ هم هویت شدگی هایی که دارید کدوم هستن؟ برونید به حاشیه. این مسئله هم هویت شدگی. تمام برکات زندگی در این لحظه میاد. شما کجایید؟ در آینده و گذشته. بیایید اینجا ساکن بشید. خدا اینجاست. شما بیایید اینجا ساکن بشید. در همین تسلیم بمونید، فضا رو باز کنید. وقتی شما در این لحظه تسلیم هستید، فضا رو باز می کنید، دارید مهمترین سفارش رو به زندگی می کنید. این قانون جف القلمه. شما در این لحظه که فضا رو باز کردید، به صورت عملی این اتفاق میفته. شما به خدا میگید که هر چی تو دوست داری برای زندگی من بنویس. خداوند خیلی بیشتر از اون چیزی که شما فکر میکنید و میخواید برای شما میخواد. اون شروع میکنه به نوشتن بهترین چیزها برای زندگی شما. در کنار این 1000 ابر عنایت بر آسمان رضاست. اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم. این بیت هم بنویسید و انقدر این بیت رو بخونید با تأمل که بره به جونتون و با شما یکی بشه. همین مطالب ساده عرض کردم. همین مطالب ساده، باور بفرمایید، راحت ترین، کاربردی ترین فرمول های موفقیته. ضمن این که شما در این وضعیت خواستنی ندارید، توقعی ندارید، معامله‌ای ندارید، عجله‌ای ندارید. همه کارهاتون به صورت عملی طلب خداست. حالا خدا وارد زندگیتون میشه دیگه. حالا که شما اینجوری زندگی میکنید، خدایی که در زندگی شما کم بود، یواش یواش جای هم هویت شدگی ها رو میگیره. شما هم که دائم در حال فضاگشایی هستید دیگه. از این طرف هم همیشه راضی هستید، همیشه شکر میکنید.
و این رضایت و فضاگشایی و واهمانش تو زندگی شما باعث میشه که خدا وارد بشه به صورت عملی. خدا وارد شد، با خودش برکت هم میاره. درستشو بگیم، برکت فقط با خدا میاد. وقتی با خدا اومد به راحتی هم میاد. دولت آن است که بی خون و دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ و جنان این همه نیست. پس تمام تمرکز شما روی اینه که من چطور به وصل یارم برسم. من کمبود خدا دارم، من کمبود خونه و ماشین و همسر و دنیا و اینا رو دارم میبینم، بله، ولی اینها برگ یه درخت بزرگ هستن. اون درخت بزرگی که من کمبود دارم و در اون مشکل دارم، اون درخت خداست. تمام تمرکزتون رو بذارید رو خدا.